وایزن یه نفر رو نایک میکنه. اسما یادتون بمونه تو کامنت ها واسه همون بنویسید کدوم پلیر عمل کرده همه خفنن. یعنی پینگ چیه ساواک بچه وحید بچه اسمان جدوار بهتره جدوار نمیسه حرفت بگی باری کرد اما دنشتم بزن یه دنس هم بزن تایش دستا رو داری باری کرد اوف باری کرد برو محمدی یه واب 3x3 پیدا کن استارتش کن بریم सबको सेफ से इधर की ओके तालुक का तालुक रखो صدا تو چرا میبندی؟ چه اسکاره مثلا امکان نمیشه در کوالیتی ریکورد بالا پایین میشه بخاطر آیفونه کوره بردم پامو بریم سراغ نفر بعدی آقای ریکورد از آقای حسین ببینیم. حسین هم یکی از بچه‌های خیلی خفنی که بچه‌ها میاد رو اکانت پلی میکنه. آره نه خدا جوست کنه واش اینا چی چیکو دایرکت کاشتا وسط دایرکت کاشتا وسط یا بچه‌ها بازیش نمایشی نیست خیلی پارس چیه؟ خدا شما شاید جان مثلا اینجا چی نگاه شو صدا موتور حال نبی سریا اینجوری هم بده سریا باغ چیز بان خوردی اون واش بی اون واش بی نه تو تو تیمیت نه اکثر من موضوع تو شوفین میو زده میشم زمان نگو اصلا آقا پولتی 7 دقیقه دیگه فرستاده بچه‌ها یه خورده سیغ وقت داریم نمیتونیم اون رو ببینیم ایشالله اون رو میذاریم توی پارت دیگه که بچه‌ها ویدیو بیشتری فرستادن اون 7 دقیقه بود تو اون رو ببینیم. حالا پابلو یه دونه ویدیو فرستاده که میگه آقا توی این ویدیو کیلای منو دزدیدن ببینیم چی شده که پابلو اومده رو اکانت چقدر کوالیتی خودش عالیه واقعا. پابلو اومده رو اکانت میگه که آقا کیلای من دزدیده شده. آفرین اینجا پابلو دمیج داد باز دوباره پابلو دمیج داد یعنی چی؟ ورای بچی کره ناله دیگه ورای دیگه ولی کدوم بیخیال بازی بکن لام اصاب کار تو همشیو بن ما که ورای لام اصاب من زانته دیت میکنه دمیج یه تیر زد یه سینگل شات زد واسه ببینم ورا دار بول چی نهاده تو لایو نه زنا انگلیش نه ویدیو چرا ویدیو Marked a location. همه هم سالان میدوزه باز دوباره سینگل شات شما میشه قلاشی باشی سالان نیده بودم داشتی سهره ها رو آقا بچه ها بچه که من گرم کسی که اون کاور واقعا گیم پلی خفنی بچه ها کلاسی که معمولی فرق شما قطعا تو کلاسی که معمولی خیلی گیم پلی خفن‌تری ممکنه ببینید تا التیمیت رویال. چرا؟ چون التیمیت هم سطح پلیرهای روبروتون بالاتره هم استاتش بالاتره هم بعضی وقتا خیلی خراب میشه و اینکه این بچه‌ای هم که میان رو اکانت من پلی میدن خیلی استرس بیشتری وقتی که من خیلی خفن بود گیم پلی توجه به شرایط خیلی عشقی گیم پلی هفته‌ای بود موند با پارت 2 این ویدیوها که بعداً ان شاءالله واسهتون میذارم. قشنگ بشیدم